دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 18 فوریه سال 2026 قرار داریم در دهه چهارباغ نوهای ورزوب. این باغ انگوری من است و ما با بریدن انگور شروع کردیم، نیمش رو کردیم. البته حاضر وقت بریدن انگور است. انگوری من در وای است، شپالر میگن کو، سیم کشیدگی استولبیک میگیم کو، لیکن من این رو چولوب کردنی هستم چون که انگوری نغز گیرید اگر در چولوب میکنید. این خیلی انگور فقط نوده میتید. من این خیلی حرفی وی باری از دو طرف رفتگی است. واسه من از نزدیک نشونتیم از شما ها و از اولش درآمده نشونتیم که چقدر است. من در همین مثالی همین پویا هست، یکم اوشونه هست، یکم قطور، دویم قطور و سوم قطور رفتگی ها زینه پویا. یکم قطورش 50 سانتی متر، دویم قطورش 80 سانتی متر و 2 متر قریبی. بعد دو قطور سیم رفتگی، از اینجا سیم رفتگی و هو انا از اونجا سیم رفتگی و باز این خیلی سیم رفتگی با دروزی سیم رفتگی. و وقتی که سیم چخیل رفتگی حرفی W انگلیسی ایخیل و اینخیل. وقتی انا این نوده های انگوری ما نوده میکند، مثال میگیریم همین نوده کده من بریدیم و اینجا موندیم، انا این میباید انا خیل بالا میرود برگایش. این متخصص ما که رجا میباشد. که رجا یک جان تشکر به شما، دست شما در نکنه. من وایش وای طرف میرود، وای طرف بالا وای سیمو برمده میرود. موبایل باید خالی موند. موبایل ما خونتوک میکنیم، هم خیلی با حالی ما اینجا امافاس میپرتویم، پوبل میکنیم اینجا. خلاص یک آب قطرگی موندگی. من آب قطرگی بهترین آب است برای انگور. استفاده آب قطرگی. زمین های ما از دسته بسیار پرو انداختن و من این برگ ریختن الان سیاه زمین شد، سفید زمین بود. هم خیلی ما بسیار مهنت ها میکنیم تا اینکه صاحبی 2 کیلو انگور شویم. من آب قطرگی ما آمدگی است. آب از سوی آمد، ما همه میدوند، منم که میبیوید، منم که قطار میبیوید و بعد با قطار ها میرود. من دید با قطار ها رفته بیخی هر یک توک انگور من که توک مچه قطره موندگیم که آب میچکد. حاضر با دیگر کارهایمان رو نشانتیم به شما. دوستان عزیز، با مقصدی که ما دیگر خارج کشور نرویم، نیال های بهترین رو در وطن خودمون تربیت کنیم، نیال خانه کنم من و از خارج کشور پول برده قیمت خریده عذاب کشیده نبیاریم و در اینجا خودمون پرورش کنیم و به خلق ارزان فروشیم. 50 و 40 نه و 30 فروشیم. مثلا میگیرم از 30 سومونم پویان فروشیم. من 3 قطار انگورم رو ویران کردم. 1 2 3 دیدید اینجا همش رو من تازه کده شدگار میکنم و اینجا تک پیوندی سیب دارم، تک پیوندی گیلاس دارم. حاضر میشنونم اینچونی دانه های بادام میپرتم، دانه های شفتالو میپرتم و همینجا رو نیال خانه میکنم. چه خیلی که انا اونجا را کردگی هستم و گیلاس های بهترین رو در اونجا تربیت کردم. اینجا رو هم خیلی میکنم. تک پیوندش رو از خارج کشور آوردم. سیب رو هم تک پیوندش رو ام 106 و گیلاس رو کپشش رو انا اونجا کپشش هست. امسال تیرمو بهترین گیلاس ها رو من به سودا میبرم، گیلاس های دست پرور خودمان رو. و اینجا خدا خواهد نیال خانه میشد. این هم کم است، باید که این زمین رو هم ویران کرده نیال خانه کنم. لیکن امسالش از زوری من نمیرسد. برای اینقدر کار مبلغ در کار است، مبلغ نیست. برای همین ما ویران کردیم و نیال خانه میکنیم تا که در تاجیکستان ما نیال های خوش صفتی بهترین دنیا رو پرورش کنیم و با خارج کشور محتاج نشویم، دلار رو برداشته نبریم و به خلق ارزان تر نسبتا فروشیم و در اینجا جایهای کاری تشکیل کنیم. همدیران عزیز، من این بود یک نواری از باغ من که آماده کار است. ندیدید انگورها ویران کردیم و فردا پس فردا اینجا تراکتور میداریم و شدگار میکنیم. انا در پایان همدیران عزیز تماشا کردید، راحت کردید، هم خیلی کارو کردید. یک подписаться کنید، لایک کنید. اگر موقع بری نکنید اما لایک رو جقید
بسیار کاری عالی‌جانب می شود.